روزی عمران ابن حسین به نزد مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید و شترش را در نزد در میبندد و میگوید که وقتی وارد مسجد شدم دیدم که چند نفر شخصانی از یمن آمده بودند و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد گفتند که ما آمدیم تا اینکه شما را از اول این کار پرسیم، یعنی از اولی پیدایش کائنات پرسیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که کان الله ولم یکن شیء معه، الله تعالی بود، همراهی الله تعالی چیزی نبود. بعد عرش الله تعالی در بالای آب بود، سپس بر بالای آب عرش را آفرید و همراهی عرش کرسی آفرید و اینچنین بعد عرش قلم را آفرید و همراهی قلم لوح المحفوظ را آفرید که با آن همه چی نوشته میشد. بعد 50,000 سال آفرینش قلم بعد آسمان ها و زمین ها آفریده شد. زمین وقتی که آفریده شد در بالایش کوه ها، درخت ها، آب ها، حیوان ها آفریده شد و در آخرین روز در روز جمعه آدم آفریده شد. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که سپس الله تعالی آسمان ها و زمین ها را آفرید، ناگاه مرد ندا کرد که عمران شترت رفت، شترت کنده کرد. بعد حضرت عمران میگن که بر آمدم از مسجد و نگاه کردم که شتر در اون مسافه سراب قرار دارد. خلاصه رفتم شتر را دریافت کردم، دستگیر کردم، آمدم در مسجد در آمدم که نه پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند و نه آن یمنی ها هست. دیگر جرأتی پرسیدن نکردم. بسیار پشیمان شدم، گفتن که کاش همون شتر میرفت و من از اون مجلس نمیخستم.